سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. تو این ویدیو من دارم اینترو رو بعد خود ضبط ویدیو میگیرم و میتونم بهتون بگم چه بلایی سرم اومد. این من نیست، اینه من نیستم. خب اینه منم. خب زیست مادر باید بخونم، امتحان دارم بنتنه آنجا از همینجا گوارش من چرا باید بدونم گوارش چیه؟ نه باید بدونم خودی باید بدونم جو گوارش چیه. ولی خب از اینجا داریم اینجا داریم تا اینجا خب تا اینجا و البته اینا هیچی چرت و پرت. این چرت و پرت اصلا این نیست. درس ما اینه از اینجا تا نمیدونم کجا پارم دیگه پارم. این درس این نیست اینه و دوتا رو هم میشه این که اصلا آره. خب بزن بریم دستگاه گوارش. کیموس شاید این چیه؟ همین راه رو دیدی رفیق. خود کتاب که میگه در گذشته ما یه کتاب کامل رو کردیم تیکون. من هنوز با این شکل کنار نیومدم رفیق. این حرکات یک از حرکات لوله گوارش اینطوری اینجا رو میگیره اینجا رو میگیره. خب رفیق واسه تو رو فکر کنم فقط اینجا رو میگیره با یه دونه اینجا دهان بزاق. رفیق گفتم قورت نده اونو رفیق. همین معده با اسیدش من فکر کردم این چیزا ولی خب این چیز نیست. آره اون از اون چیزاست. اینا از اون چیزا. چه درسی آخه خود دیگه اینا خود میدونی دیگه باز من نگم دوباره. این سنگ صفرا رو میبینی رفیق؟ این سوراخ کن. نه مشاهده در دور گوارش نه خوب اجازه نمیشه. دقیقه وایسا شاید بگیم خب اینا همین نوشته است دیگه. نه اصلا اینا که کسی نوشته. حالا کار نداره. اینجا نمیدونم معلومه این خاکستری ها رو میبینی؟ این سوال کنکور بود. این راست روده رفیق، راست توتلا رو پایین رو چپ راست بالا و این گردن تو بچرخون دست. همین به خدا قسم بالای 5 صفحه جزوه داره. این نیست اصلا. این چه بود؟ به خدا قسم. ببین معلمم همینو گفت. این شاخص سود بدنی دیدی به هیچ جایی نمیاد. یعنی اصلا این هیچ چیه کجا رو هیچ چیه. این واسه برنامه فقط هدف متخصص میتونه در مورد مناسب بودن از فرد قضاوت. یعنی حتی هیچ کس از این توده استفاده نمیکنه. اصلا به کار هیچ کسی نمیاد این ریاضی. یعنی تهش معلم 2 ساعت اینو درس میده بعد میگه که خب بچه‌ها شما نمیتونین استفاده کنید. من همینطوری هم که همین کتاب خب تموم که حاجی خیلی درد داشت اینقدر بود حاجی. اینو نگاه رو خب برای استراحت ما یه کتاب بخونیم الیور تویست. واقعا این بچه نمیدونم چرا شبیه ایران پسره بچه ایرانیه واقعا خیلی شبیه ایرانه. با کلمات الیور این دقیقا نمینه. ببین پسر الان میام یه جوری درت میذارم که ته نگیری برادر. و اینا میگه نه شوخی کردم میگه گو خوردم. واقعا کتاب قشنگیه ولی خب میتونم بگم آرامش بخش ترین بازی. حالا اینو کار نداریم. یه جوری که من خیلی مشکل دارم باش چمی خودش نه اینجا میاد مثلا مدل بور رو نشون میده. بور چیزه ریزد اینجا چی گفت و اینا. بعد یه جای دیگه اونجا نمیدونم در کجا بود میاد میگه نه اتم ها روی مدار قرار ندارن. اتم ها این داخل این زیرلایه های کجا رفت نداره عکس نداره. داخل این زیرلایه‌های کوسچه قرار دارن. اینا اینجاهان خدا من تو گاه میخوری یه بار میگی گفت اینجا قرار داره بعد میگی نه اینجا قرار نداره اینجا قرار داره. منم میگم بیا اینجا قرار داره. آره بعد میرسیم به درس این زیبا خودش هم نمیدونه چرا اینجاست نمیدونه
کلیه رشته ها. هیچ کس حوصله نداره اینو درس. جالب این که هیچ معلمی حوصله درس دادن اینو نداره، ولی هست. بعد میرسیم به درس زیبای فارسی. به خدا قسم خود سعدی هم نمیدونه شعرهایی که الان ما داریم میخونیم چیه، اصلا نمیدونه همچین چیزایی وجود دارن. داشت شعر میشون میگفت، ولی که ما 2 ساعت الان میایم شعر هر کدوم اینجا چرت و پرت میگیم. بیا 2 ساعت ببین نمیتونم بخونم خودم چی نوشتم، ولی هست. جالب میگه از همه اینا امتحان میگیره. حافظ اومد یه شعر بسیار زیبا سرود. ما میایم انقدر اون شعر رو میایم اینجا انقدر درباره چرت و پرت میگیم که اصلا اون شعر زشت میشه به خدا. نه اینجا میگه هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. چقدر این خوشگله. ولی بعد میگی ببین اینجا خداش چیه، جا به جای ضمیر داره. میاد این تا میگه بلا نگه داردش، اینجا میاد میگه که نگه داردش، میگه بیا پس بیا برو تو. بعدی اینه. ببین فقط میتونم هیچ نمیتونم درباره مثلا قابل گفتن نیست این چیه. اصلا نمیدونم این چیه به خود. این اصلا خودش هم نمیدونه چرا رشته تجربیه ریاضی فیزیک چیکار میکنه این اصلا. بعد میدونی جالبش چیه؟ اینجا میاد میگه که خب عزیز دلم در جاهایی که ستاره نزدیم، نمیدونم چرت و پرت نگفتیم، این جاهایی که یک آیه میاد ما وقتی چرت و پرت نگفتیم یعنی که آقا این آیه دربارش امتحان نمیاد. بعد معلم میگه عزیزم دل برکم بی میاد دیگه که پس کتاب گفته نیاریم. خب منم میگم که بیا ما میاریم و امتحان میاره و دهنمون رو سرویس میکنه و ما نمیدونیم از کدوم میاد از کدوم نمیاد. مثلا اینجا میگه من کان یرید و ثواب دنیا، هر کس نماد پاداش دنیا رو بخواد. تو کتاب میگه نباید تو امتحان بیاد. باش چشم. معلم میگه عزیزکم اینجا رو میبینی این وضعیت منه، این بین این دوتا، این دقیقا این دوتا که اینقدر فاصله است، این دقیقا وضعیت منه. خب ممنون که در تماشا کردید و پارگی من رو دیدید. داشتن شاد باشین و سرزنده و جیبتون پرپول و سلامت باشید. ان شاءالله سلامت از همه چی مهمتره. بای بای.